بعد از قبولی پیامک برام میاد یا با هم تماس میگیرن؟ چه مدارکی رو باید بارگذاری کنیم که قبولیمون رد نشه؟ چه وکیل سرپرستی رو باید انتخاب کنیم؟ تو دوران کارآموزی چه آموزش هایی ببینیم که به بهترین شکل ممکن بتونیم دوران کارآموزی رو سپری کنیم. سلام رفقا، خوش اومدید به چنل خودتون. اینا بخشی از سوالای شما بودن که از ما پرسیدید. امروز با استاد یوسفی هستیم که مسیر بعد از قبولی آزمون وکالت رو با هم طی کنیم و چالشاشو با هم ببینیم. استاد سلام، چه خبر؟ سلام آیدین جان، امیدوارم که حالت خوب باشه، حال بچه هم خوب باشه. به چنل خودشون پشت میز خوش اومدید. حتما سابسکرایب کنید این چنل رو، کامنت بذارید، لایک کنید و اگر سوالی دارید در خصوص بعد از قبولی حتما توی کامنت ها بنویسید، چون ما در این چنل قراره برای کارآموزان عزیز، برای همکاران عزیز و برای کلا محیط جنرال بخوایم یه سری محتواهایی رو طراحی و تولید کنیم که پرونده‌ای، چالشی، حقوقی باشه و عزیزان بتونن از این چنل و محتواش به خوبی استفاده کنن. و امروز با اولین محتوا قراره به سوالات داوطلبین آزمون وکالت بعد از قبولی پاسخ بدیم تا بتونیم به صورت کامل راهنماییشون کنیم. من در خدمت شما هستم. قربان شما. استاد یه سال، چی شد که به این فکر رسیدین که یک برنامه تولید کنید که برای بعد از قبولی بچه‌ها باشه؟ ببین، خیلی دغدغه دارن بعد از قبولی. آخه یکی به خاطر سنش میگه آقا من هنوز سنم تکمیل نشده ولی قبول شدم، الان چی کار کنم؟ یکی میگه من مدرکم آماده نیست، یکی میگه من الان کارت ملیمو گم کردم، یکی میگه آقا من این همه هزینه کردم، الان برای مثلا تشکیل پرونده تو قانون وکلا آیا دوباره باید هزینه کنم؟ یکی میگه الان من قانون قبول شدم، مثلا یه شهر دور افتادم، مرکز اگر نتیجهش بیاد یه شهر نزدیک بیفتم کجا رو باید انتخاب کنم؟ ملاک نهاد مربوطه هست یا ملاک شهری که من میخوام درش فعالیت داشته باشم؟ پس این سوالا ازتون خیلی پرسیده میشه. آره، سابقه این سوالات رو خیلی داشتیم و ما دیدیم داریم به تک تک داوطلبا داریم یه محتوایی رو هی تکرار میکنیم. گفتیم بیایم در قالب مسیر بعد از قبولی کامل یه محتوا ضبط کنیم و این سوالات رو کامل پاسخ بدیم که بچه‌ها بتونن ازش استفاده کنن و بتونن توی این مسیر راحت‌تر و با خیال راحت در واقع قدم خیلی بردارن. هم عالی. استاد چند وقت پیش شما نحوه اعتراض به کارنامه رو محتواشو ضبط کردین گذاشتین توی کانال. بعد یه سری سوالات بچه‌ها ازمون تو قسمت کامنت ها پرسیدن، این برای بخش کامنت های یوتیوب هستش. یه سریشون گفتن لینک باز نمیشه، حالا احتمالا از وی پی ان هاشون بوده، میگفتن محتوا برای ما باز نمیشه. حالا امیدوارم دوباره تلاش کنن و بتونن ویدیو رو ببینن. یه سوالی که از ما خیلی ها پرسیدن این بوده که آیا اعتراض بزنن ممکنه نمره و ترازشون کمتر از قبل بشه؟ ببینید، اعتراض که میزنی کارنامه شما مجدد بررسی میشه، اما اینکه آیا واقعا بررسی بشه یا بررسی نشه این دیگه با سازمان سنجش. و خب وقتی بررسی میشه ممکنه دیتا تغییر کنه، هم به بالا هم به پایین. و اگر واقعا کسی فکر میکنه حقش ضایع شده میتونه این اعتراض رو بزنه. ولی تا به امروز که من اینجا ندیدم واقعا، یعنی تا حالا نشنیدم، شاید هم کسی باشه ولی به من نیومده بگه که آقا من اعتراض زدم، بعد از اعتراض نتیجه قبولی خودم رو گرفتم. ما همیشه میگفتیم به بچه‌ها اعتراض بزنید ولی اینجا پیگیر این موضوع نبودیم که آقا بعد از اعتراض نتیجه چی بود، قبول شدی یا قبول نشدی. و اگر کسی اعتراض زد و نتیجهش بیشتر شد، کمتر شد، یا گفت آقا هیچ تأثیری توی نتیجه شما نداشته، همون قبلیه بوده، حتما به ما بگید تا ما بتونیم این رو در قالب یک محتوا مجدد آماده کنیم، ببینیم آیا این اعتراض فقط صرفاً یک روتین اداری فرمالیته است یا واقعا تاثیرگذاره. به هر حال فرآیند اعتراض هست و اگر کسی واقعا حقش ضایع شده اعتراضش رو بزنه. خیلی ممنونم. استاد یکی از بچه‌ها ازمون پرسیده که کسانی که قبول نشدن الان باید چیکار کنن؟ سال بعد بمونن یا تغییر مسیر بدن؟ ببین، تغییر مسیر که اشتباهه. یعنی من برای آزمون وکالت داشتم میخوندم، الان با اختلاف 200 تراز، 300 تراز، نمیدونم مثلا 1000 تا رد شدم و بیام تغییر مسیر بدم، برم مثلا معلمی، اصلا برم بخش راننده اسنپ بشم، برم مثلا سوپرمارکت بزنم، برم هر شغل دیگه ای. آقا من میگم تو تا اینجا اومدی، بعضی وقتا مصلحت اینه خدا برات میخواد تو توی بهترین شهر وکالت کنی. آیدین، من تجربه خودم رو بهت بگم، من سال 97 با 15 نفر اختلاف رد شدم.
یادم خانمم گفت کاش نفر آخر قبول می‌شدی، کاش اصلا تهران بودی، چون من اگه کانون تهران بودم قبول بودم جزو نفرات آخر. ولی وقتی سال بعدش دیدم تهران شرکت کردم و تو خود تهران افتادم، الان میگم اگر من جزو نفرات آخر بودم معلوم نبود تو کدوم شهرستان بودم، تو کدوم شهری داشتم وکالت میکردم و با چه فرهنگی و با چه محیطی و با چه سنتی داشتم کار میکردم، چون باید تو همون شهر اشتغال به وکالت داشته باشی و کارآموزی اصلا مسیر زندگی تفاوت پیدا میکرد. خیلی شاید دیگه هم استاد یوسفی نبودی. آره اصلا اینجا نبودم. یعنی میگم بعضی وقتا تغییر مسیر بزرگترین اشتباهه، جا زدن بزرگترین اشتباهه. توی هر مسیری که هستی تغییر مسیر بده به سمت بهتر شدنش. یعنی بگو اگر من رفتم مثلا کتاب خوندم و قبول نشدم، این سری برم آموزش ببینم و درصد و تراز خودم رو برم بالاتر و قبول بشم. این قطعا جواب میده. ممکنه سوالشون اینجوری باشه که متد درس خوندنش فرق بکنه. این بهتره که یک مشاوره بگیرید. من همیشه بچه‌ها میگم مشاوره بگیرید و از مشاوره درستش هم مشاوره بگیرید. بعضیا فقط درصداشون رو ارسال میکنن 10 20 30 40 50. خب من با این درصدا به نظر شما عمل کردم خوب بوده یا نه؟ من اصلا برنامه این درصد نمیام کارنامه یک نفر رو تحلیل کنم. من بر اساس اون پاسخنامه‌ای که سازمان سنجش منتشر میکنه برای هر داوطلب میشینم و کارنامه‌اش رو تحلیل میکنم که چند تا صحیح داره، چند تا غلط داره، نسبت به سوالات سخت صحیح زده، نسبت به سوالات ساده غلط زده، تعداد غلطاش پشت سر هم چند تا بوده، تعداد صحیح‌ها پشت، کلی دیتا من در میارم از اون کارنامه و به داوطلب ارائه میدم. یعنی مسیر هر کسی متفاوت نسبت به کسی. 100%. اصلا من نگاه میکنم این نسخه واحد نداره مثلا بنویسه. اصلا من نگاه میکنم کارنامه رو میفهمم. میگم تو استرس زیاد بود لحظه شروع آزمون؟ میگه آره. مثلا متوجه میشم. مثلا میگم از اینجا بعد تو تایم کم آوردی؟ میگه آره. مثلا مشخص میشه نوع پاسخ دادن به سوالاتش، مشخص میشه این داوطلب فرایند آزمون دادنش چجوری بوده. درست میگی. یکی از بچه‌ها گفته بود که من توی دفترچه سوالم گزینه‌ها رو زده بودم، دیگه وقت نکردم تو پاسخ برگم وارد کنم. دیگه یکی از دغدغه‌هایی بود که ما اگه یادت باشه توی کلاس روی کرده قبل از آزمون اومدیم این موضوع رو بررسی کردیم و توی چنل وکیل سجاد یوسفی گذاشتیمش. خیلی ممنونم استاد. ببین مرحله بعدی به اون سوالایی که داریم استاد در مورد مراحل اداری و ثبت نامه. 100%. بعد از اون پرسیدم میان اولین مرحله بعد از دیدن کلمه قبولی چیه؟ باید جایی بریم منتظر باشیم که پیامک برامون ارسال بشه، تماس میگیرن با ما؟ داستانش چجوریه؟ خیلی سوال قشنگی بود، چون خب قاعدتا نمیدونم بچه‌ها. ببینید سازمان سنجش میاد لیست قبولی‌ها رو اعلام میکنه، یعنی کارنامه به شما میده قبولی اعلام میکنه. بعد این لیست رو میاد میده به کانون وکلا، میاد میگه که آقای کانون وکلا، نهاد کانون وکلا، این لیست کسانی بودن که نتیجه گرفتن. اینا میان تقسیم بندی میشن. اونی که مثلا تهران بوده میفته کانون وکلای تهران، اونی که خراسان بوده میفته کانون وکلای خراسان. اینا بر مبنای ترازشون و درصدشون رتبه بندی میشن. یعنی من توی کشور رتبه مثلا 10 رو گرفتم، ولی توی کانون خراسان من میشم رتبه 1. مثلا یک کشوری از تهران بوده، 2 کشوری مثلا کانون قزوین بوده، 3 کشوری مثلا کانون فارس بوده. به این ترتیب مثلا انتخابشون با خودشونه. نه همون لحظه تو رتبه 1 مثلا کشوری بشی، حالا توی مثلا خراسان باشی، خب میتونی انتخاب کنی که مثلا بیای تهران یا با همون خراسان. همون نهاد. ببین لحظه‌ای که ما ثبت نام می‌کنیم میگیم آقا من کدوم کانون وکلای کدوم استانو میخوام. درست استانمو انتخاب تو کشور آزمون میدم، ولی در نهایت لیست خروجی که میاد ممکنه من رتبه‌ام 500 باشه ولی 56 خراسان باشه. حالا بعد از اینکه لیست اومد، کانون وکلای هر استان میاد لیستش رو تو سایتش منتشر میکنه. میاد میگه که بچه‌هایی که قبول شدن لیست‌ها به این صورته. خب قاعدتا وقتی اخبار رو پیگیری می‌کنی، کانال‌ها رو پیگیری می‌کنی، این لیست‌ها منتشر میشه. مثلا کانون وکلای خراسان میاد لیست رو منتشر میکنه، میگه آقا ما 500 تا مثلا وکیل یا کارآموز در واقع امسال نیاز داریم، یعنی در واقع قبول شدن و لیست این 500 نفر کیا هستن؟ که شما تو اون لیست هستی یا تو اون لیست نیستی، مدارک درست بارگذاری شده یا نشده، همه اینا هستش و اون 500 نفر لیستش مشخص میشه. بعد از اینکه اون 500 نفر لیستشون مشخص شد، براشون تشکیل پرونده میشه دیگه. از اونجا به بعد رمز عبور دارن، کد کاربری دارن و با کد کاربری و رمز عبور میتونن وارد پروفایلشون برن و مرحله به مرحله مدارکشون رو تکمیل کنن. هر نامه اداری که براشون صادر میشه اونا تو پروفایلشون دانلود میکنن، به اون اداره مربوطه مراجعه میکنن، مثلا پزشک قانونی تست اعتیاد روشون رو در واقع اونجا
میدن و به این صورت توی پروفایلشون اون نامه‌های اداری رو دریافت میکنن. متوجه شدم. بعد ثبت نام اینترنتی یا حضوری چقدر بعد از اعلام نتایج باز میشه و بچه‌ها میتونن برن پروسش رو طی کنن؟ ببین الان که آزمون کانون وکالات جوابش اومد، ما تا 29 آذر حق اعتراض داریم. بعد فکر میکنم از 15 دی لیست نهایی میاد، یعنی 15 روز 20 روز بعدش میاد لیست نهایی هر کانون اعلام میشه و از اونجا به بعد دیگه کم کم بر اساس رتبه یا بر اساس حروف الفبا ترتیبشون چی میشه شروع میشه و کارهای فرآیند تشکیل پروندهش رو استارت میخوره و دیگه به نهادهای مربوطه معرفی میشن که کارهای پروندهش رو انجام بدن. مثلا میگم برو لیسانس تو بردار بیار، مدرک لیسانس تو، برو پزشک قانونی، برو گواهی عدم سوء پیشینه و مدارک مثل کارت ملی، سن، همه اینها رو باید بگیری و بری و بارگذاری کنی و بهشون تحویل بدی. چه خوب شد گفتی، چون سوال بعدی که از ما پرسیدن در مورد مدارک بود. چه مدارکی رو باید اینا آماده کنن تا قبل از اعلامیه‌شون؟ ببین این لیست مدارک ممکنه هر سال متفاوت باشه چون فرایندش متفاوته. مثلا زمان ما باید میرفتیم دادگاه و گواهی عدم سوء پیشینه و اینا رو میگرفتیم، ولی الان این از طریق سایت عدل ایران سیستمی شده. یعنی ممکنه شما از طریق سایت عدل ایران برین چیکار کنید، این گواهی رو بگیرید و برای ما ارسال کنید. یعنی این روالش ممکنه چی باشه، متفاوت باشه. نسبت قدیم دستی بود الان الکترونیکی شده. باید به پزشک قانونی مراجعه کنی، این بحث ترک اعتیاد و اینجور داستانا رو بهشون ارائه بدی. بعد باید به دانشگاه در واقع بری و مدرک لیسانست رو بگیری و بهشون ارائه بدی. اینها همه مدارکی هستن که شما نیاز داری. کارت ملی و گواهی پایان خدمت و اینا همه مدارکی که شما باید در واقع بهشون تحویل بدی تا پرونده تشکیل بشه. اطلاع رسانی بهشون میشه. آره دیگه، لیست دارن، آقا پدر کیه، مادر کیه، فرم دارن، فرما رو باید پر کنن. همه اینها تو پروفایلشون هست و از طریق پروفایلشون راحت تر میارن و دانلود میکنن، پرینت میگیرن، پر میکنن و برای کانون ارسال میکنن. مثلا سوال بعدی در مورد سوابق پزشکیه. از همون پرسیدن که استعلامات پزشک قانون باعث رد صلاحیت یا ممانعت از صدور پروانهشون میشه؟ 100%. یعنی ممکنه اگه کسی اعتیاد داشته باشه این فرض اصلا صلاحیت وکالت کردن رو نداشته باشه. الان در مورد پرونده‌های خاص و خودکشی هم از همون خودکشی رو دارم میبینم سوالاتشون رو. خودکشی و پرونده های خاص اینا نه، اصلا اینا در نمیاد، بیشتر رو بحث اعتیاده. فقط بیشتر رو بحث اعتیاد. سوال بعدی در مورد کارمندای دولت. جان قبل از اینکه بریم سراغ این یه چیز دیگه هم میپرسن. مثلا یکی میگه آقا عموی من 2 سال رفته زندان، به من ربطی داره؟ نه، به شما اصلا هیچ ارتباطی نداره. تا پدر و مادرتون هم اگر خدای نکرده رفته باشن زندان هیچ ارتباطی با شما نداره، مگر اینکه شما خودت رفته باشی و اون مجازات های تبعی ماده 25 در حقوق جزا که خوندید و همتون هم بلدین چون قبول شدین، از اون محرومیت ها داشته باشین. یعنی از اون حبس و مجازات ها داشته باشین که تو ماده 25 اومده و ازش 7 سال 3 سال یا 2 سال نگذشته باشه و شما بخواید محروم از حقوق اجتماعی باشین، فقط در این صورت، و الا سایر اقوام و خویشان ارتباطی با شما ندارن. سوال بعدی در مورد کارمندای دولت. ببین چه زمانی ما باید استعفا بدیم؟ ببین زمانی که شما مدارکت رو تشکیل میدی یه جلسه‌ای برات میذارن، همه رو دعوت میکنن تو سالن کنفرانس و میگن که خب بنویسید کارمند هستید کارمند نیستید، که مینویسی. بعد بهتون پیامک میزنن یا تو پروفایل یا توی یک نامه اداری به شما میگن که استعفات رو از نهاد مربوطه بگیر و برای ما بیار. مثلا من خودم آزمون وکالت هم آزمون مرکز وکلا هم قضاوت قبول شدم و گفتن که باید بری نامه استعفا، یعنی در واقع استعفا و عدم دیگه ارائه و پیشروی مراحل ثبت نامت رو بگیری و از قوه قضاییه برای ما بیاری، که هم برای مرکز وکلات بود هم آزمون قضاوت. که من رفتم نامه‌شو گرفتم، گفتم من استعفا میدم دیگه، اصلا ادامه روند ثبت نامم رو نمیخوام ادامه بدم چون کانون وکلا قبول شدن. اتفاقا یکی از سوالات مصاحبه مرکز وکلا من بود و ازم پرسیدن که تو که کانون قبول شدی چرا اومدی مصاحبه مرکز وکلا، چرا همون کانون رو ادامه نمیدی؟ خب من گفتم با توجه به اینکه من میتونم شهر انتخاب کنم، شاید شهری که توی کانون وکلا میافتم با شهری که توی مرکز وکلا میافتم متفاوت باشه و توی تصمیم بگیرم توی مرکز وکلا
ادامه فعالیتم رو داشته باشم. نوع جواب دادن روی در واقع خیلی- مصاحبه خیلی تاثیر می‌ذاره. تاثیرگذاره. درست. استاد سوال بعدی در مورد فاصله قبولی تا شروع کارآموزی. بچه‌ها از همون پرسیدن تو این فاصله ما باید چی کار کنیم؟ چه منابعی رو بخونیم، مطالعه کنیم، چه کارهایی بکنیم که آمادگی کافی رو داشته باشیم؟ ببین سوال 2 تا محور داره. اینکه فاصله قبولی تا شروع کارآموزی چقدره؟ 2 چه منابعی بخونیم؟ این منابع بخونیم خب باز خودش 2 حالت داره. من قانون قبول شدم، مصاحبه ندارم، آموزش ببینم، کتاب بخونم یا نخونم. من برای مرکز وکلا میخوام مصاحبه بدم، اینجا رو چیکار کنم؟ برای دو این تا چی واریانت بخونم؟ آره مختلفه. اون مصاحبه داره، این نداره اصلا. ببین فاصله قبولی تا شروع کارآموزی باز هم بستگی به نهاد مربوطه و کانون وکلات داره. چون کانون وکلای خراسان وقتی 500 نفر رو میاد لیست میده نسبت به کانون وکلای مرکز که میاد مثلا 5000 نفر رو لیست میده، فرایند تشکیل پروندهشون کوتاه‌تره. پس این کانون به کانون متفاوته. هرچند که تو مرکزن بیشتر. مثلا ما خودمون چون زمان کرونا بود ما آذر قبول شدیم، 1 شهریور من اولین پرونده وکالتمو داشتم. یعنی من اولین روزی که دادگاه رفتم 1 شهریور بود. یعنی 29 مرداد میدونم 31 مرداد میدونم پروانه رو به من دادن. پنلم فعال شد، اعلام وکالتم دستی بود اون زمان و رفتم از وکیل سرپرستم امضا گرفتم و بردم برای دادگاه و اولین روز کاریم رو در واقع اونجا شروع کردم. این برای یه واریانت. آره این زمانی بود که کرونا بود. حالا از الان بعد از قبولی شما مثلا خرداد ماه میتونیم بگیم شروع فرایند کارآموزیت. اما 2 حالت داره، یا CMS شما فعال میشه یا فعال نمیشه. یعنی شما مراحل کارآموزی رو میری، بعد پروفایل وکیل یا کارآموز بودن تشکیل میشه که میتونی اعلام وکالت کنی، یا همزمان انجام میشه. ولی امسال مثلا بچه‌ها میگفتن آقا ما یه خورده از کارآموزیمون که گذشت، یعنی به این دادگاه به اون دادگاه مراجعه کردیم، یه سری پرونده‌ها رو خوندیم، بعد از 1 ماه گفتن که خب از الان تو میتونی اعلام وکالت کنی و در واقع پرونده‌های مردم رو به عنوان کارآموز قبول کنی. خب یه سوال فاصله منو 5 تا 6 جواب ماه ندادی. یه سوال ازت پرسیدم چه که منابعی بخونم؟ آره دقیقاً، چون خیلی ازم پرسیدن. یعنی سوال بعدی هم همینه. هم قبل از اینکه سوال بعدی بگه چه کتابایی خوندیم میگه فاصله در واقع بین قبولی تا بچه‌ها عجله دارن. آره. فاصله بین قبولی تا پروانه چقدره و چه کتابا و چه منابعی بخونیم که پرقدرت شروع کنیم. ببین من همیشه به داوطلبا گفتم توی مسیر بعد از توی فکر می‌کنم وکیل سجاد یوسفی هم گفتم توی بحث اعتراض، گفتم شما اگر که هر درسی رو زیر 40% اومدی پاسخ دادی، یعنی مدنی 30%، مدنی 20%، مدنی 10%، من اینو بهت به صورت قاطعانه میگم تو در خیلی از پرونده ها به مشکل میخوری، در خیلی از پرونده ها میبازی و در خیلی از پرونده ها ناامید میشی و به مرور زمان پرونده هایی به شدت با سطح پایینی میگیری چون سواد علمی بالایی برای درک و حل اون پرونده نداری، مگر اینکه از کسی کمک بگیری که اون داستانش متفاوته. وقتی شما یه درس رو زیر 40% میزنی، من میگم نرو الان هزینه کن 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون کتابهایی رو تحت عنوان دادخواست نویسی و لایحه نویسی بگیر. آقا وقتی من علمش رو ندارم، وقتی فونداسیون قضیه رو نداری چجوری میخوای دادخواست بنویسی یا لایحه بنویسی؟ اصلا من نمیدونم این چیه. الان من برم دوره‌های برنامه نویسی به دردم میخوره؟ تو باید یه ساختار از این بدونی و ساختار اصلی چیه؟ همون کتابی که شما برای آزمون وکالتت مطالعه کردی، مثلا کتاب بیات رو مطالعه کردی، همون کتاب رو باید 3 بار دیگه مطالعه کنی تا پایه علمیت بیاد بالا. یا اینکه اگه پایه علمی ضعیفی داری آموزش ببینی و دیگه الان هم تو بعد از قبولی نمیتونی بری سر کلاس‌های آموزشی مؤسسات بشینی بگی آقا من قبول شدم ولی سواد ندارم. من وکیلم ولی مثلا باید اومدم دوره‌ها رو شرکت. آره سواد ندارم میخوام الان بشینم مدنی یاد بگیرم. نه، قاعدتاً این اشتباهه و دیگه بعد از قبولی همچین کلاس‌های برگزار میشه. بهترین کلاس‌ها کلاس‌های آفلاین که اون تو مجموعه ما هست. یعنی میتونی از طریق سایت ثبت نام کنی و بگی که خب من الان میخوام امروز مدنی رو شروع کنم به خوندن. دیگه هیچ کس متوجه نمیشه، تو داری کلاس میبینی، آموزش میبینی. و خیلی از وکلا داشتیم ما که همکارا اومدن ثبت نام کردن، اومدن تو خونه دارن دوره میبینن، یا جزا ضعیفن یا میگن آقا ما مهندسی کیفری قدیم رو بلد بودیم، مثلا کیفری چند سال کار نکردیم، قانون جدید رو نمیدونیم و دوره مثلا مهندسی کیفری رو تهیه کردن. و حتی من خودم
که اینجام در بعضی از موارد تو پرونده ها شک میکنم، میگم برم ببینم فلان استاد نظرش چی بود، میرم توی دقیقا سایتمون همون قسمت و اون موضوع رو با درک بهتری میام آموزش میبینم تا بتونم پرونده رو موفق بیام بیرون. یعنی من که اینجا نشستم همچنان میگم آقا آموزش ببین، کتاب بخون، آموزش ببین و خودم هم دارم از تدریس‌های اساتیدم چیکار میکنم تو مجموعه خودم استفاده میکنم. پس اینجا نشستم بگم خب من یک نسخه دارم برای همتون میدم، من علامه، من خیلی چیز بلدم. من همیشه گفتم آقا من نمیتونم، بذارید برم تحقیق کنم، مطالعه کنم و بیام بهتون بگم. و دقتم کنی یوتیوب محل ریسرچراست دیگه، یعنی کسی که واقعا محققه میاد تو یوتیوب. ما خودمون داریم سعی می‌کنیم آره. همچین بستری برای بچه‌ها درست کنیم. و دیدی دیگه ما چقدر خودمون دوتایی داریم آموزش می‌بینیم این سمت و چقدر هر روز به علممون اضافه میشه توی همین حوزه. استاد و یه سوال دیگه هم داریم. اینو گفتن که آقا همون منبع آموزشیتون که برای کانون وکلا یا مرکز وکلا خوندید همون رو بخونید، برای اختبار هم همون رو بخونید. خیلی ها میگن آقا ما برای اختبار بریم کتاب‌های گرون قیمت بگیریم. نه، این اشتباهه. باز به جای اینکه کتاب بگیری برو هزینه آموزش بده. شما اگر یک کتاب رو 10 بار بخونی، همون کتاب هم برای وکالتت خوبه، هم اون کتاب برای چه خوبه؟ برای دوران اختبارت خوبه. پس نیاز نیست الان بگی من برم منبع عوض کنم، من با کتاب آقای بیات رفتم جلو الان برم با کتاب فلانی. هیچ تفاوتی نداره و چه بسا منبع خودت از همه کاملتره چون نکته بهش اضافه کردی. و برای مصاحبه مرکز وکلا دقیقاً همون منبع مهمه و اصلا از منبع دیگه ای نمیپرسن. یعنی میپرسن از تو مرکز وکلا تعویق با تعلیق چه فرقی داره، یا مثلا میگن شرط فعل با شرط صفت چه تو مدنی چه تفاوتی داره. و تو همه اینها رو تو همون کتاب خوندی، چرا باید بری الان مثلا 3 میلیون هزینه کنی یک کتاب دیگه ای بخری که باز دوباره به همون مطلب برسی؟ یعنی میخوام بگم این اشتباهاتو نکنید، چون اون هزینه‌ای که شما میخواید الان به خاطر کتاب 1 میلیونی 2 میلیونی بکنید جای دیگه میتونید هزینه کنید. خب ممنونم استاد. خیلی یکی از سوالات پرتکراری که ما داشتیم در مورد لایحه نویسی و دادخواست نویسی بود. بچه‌ها میپرسن که نیاز ما کارگاه‌هایی شرکت کنیم به ما آموزش بدن، اگه نیاز هستش کدوم مؤسسه بریم، کدوم استاد خوبه که ما بریم این دوتا مورد رو یاد بگیریم. ببین من رک بگم یا یه چیزی بگم، کدومش؟ کدوم به نفع بچه‌هاست؟ قاعدتاً رک بودنه بهتره. ببین اگر بخوام تبلیغاتی بگم میگم همه مؤسسات خوبن، ولی اگر بخوام رک بگم میگم هیچ کدومشون تا الان اون نیازی که من بگم اینها برآورده میکنم برآورده نکردن. یعنی اینکه مثلا تو بیای توی کلاس های مثلا مثال دارم میگم این کلاسی بودی که خودمون مثلا برای بچه‌ها وزن گذاشتیم مثلا وکیل حرفی و اینها، مثلا بیای بگی آقا دادخواست، داد یعنی دادخواهی، داد یعنی عدالت، داد قاضی به این داستانا که میاد ببخشید بگی تو سواد داری یا نداری که همون. ببین من یک پرونده ای داشتم، اینو یکی از دکترای دانشگاه تهران این دادخواست رو نوشته بود که مدرس آیندارسی مدنی هم بود. لحظه ای که اینو من بردم پیش همکارم، دیده دیگه من 2 همکار دارم که همه پرونده‌ام با اونست. لحظه ای که بردم دادخواست خوند، گفت اینو کی نوشته دادخواستو؟ گفتم فلانی فلان دکتر، دوران کارآموزی بود. گفتم فلان دکتر. گفت رد میشه سجاد، نری تو دفاع کنی. گفتم چی؟ گفت رد میشه. گفت شکلی رد میشه. گفتم برو، طرف دکترای آیندارسی، دکترای و خصوصی داره آیندارسی مدنی تدریس میکنه، این داره اون داره. گفت باشه دکترا داشته باشه. خب یعنی چه مربوط یعنی به تجربه است یا مربوط 100% تجربه؟ یعنی من رفتم و همون لحظه وکلای طرف 3 تا بودن، یعنی چند نفر خوانده بودن، 3 تا وکیل اومده بودن، همون لحظه به دادخواست ایراد گرفتن و دعوا رد شد. یعنی اصلا نذاشتم من صحبت کنم یا از اون مثلا بخوام دادخواست رو توضیح بدم. دادخواست رو یکی دیگه نوشته بود، فقط من می‌خواستم از باب همکاری وارد جلسه بشه تو دوران کارآموزی. یعنی میخوام بگم که فکر نکنی اگر فلانی داره برای من کلاس میذاره، اگر فلانی داره یه سری جملات رو میگه، اینا دوره‌های کاربردی. خیلی وقتا ما دیدیم همین دورهایی که به اسم کاربردی میاد بیرون صرفاً به صورت روزنامه خوانی برای شما فقط بیان میکنه و شما میگی به 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 چه کلاسی.
و من هنوز که هنوزه اون کلاس مفیده رو نه خودم تونستم خلقش کنم حقیقتا. یعنی خیلی با این همکارام صحبت کردم که آقا شما بیاین این کلاس ها رو بزنید، چون من میدونم شما چقدر خفنید و اونا خب کارشون وکالت نه تدریس و ندیدم هم جای دیگه ای، فقط بیشتر شعاریه این کلاس. راه حلش چیه استاد؟ ببین راه حلش یک تمرین زیاد، دو لایحه دیدن زیاد. مثلا وقتی ما وارد دادگاه میشیم برای دوران کارآموزیمون پرونده بهمون میدن که مثلا بخونیم خلاصه‌شو بنویسیم. خیلی مهمه که تو دادخواست رو خوب بخونی، دادخواست رو خوب اونجا میتونی دادخواست رو خوب بخونی و یاد بگیری. دو لایحه وکیل رو خوب بخونی، صورت جلسه دادگاه رو خوب بخونی. یعنی این سه تا دادخواست، لایحه دفاعی و صورت جلسه‌ای که تو توی این ایام کارآموزی میری و میبینی و یا وکیل سرپرست اگر پرونده‌ای داره میگیری و میبینی، اینها بیشتر به تو کمک میکنه. یعنی تو وقتی نمونه بیشتر باید کار میشه، نمونه بیشتر میبینی، بیشتر یاد میگیری، تا اینکه فقط یک نفر بیاد برای تو توضیح بده، در حالی که نه کتبی باید کار بشه، نه تئوری باید کار بشه، نه عملی باید کار بشه و فقط صرفاً بیان یک سخنرانی باشه. یعنی تو با سخنرانی چیزی یاد نمیگیری. درسته. یعنی من میگم نمونه بیشتر ببینید تا اینکه و بنویسید. یعنی هر نویسنده مهارتش از نوشتن زیاد میاد، هر سخنوری مهارتش از سخن گفتن زیاد میاد و اگر تو بیشتر بنویسی، بیشتر ببینی، بیشتر میتونی با تمرکز بیشتری لایحه بنویسی و بتونی در دادگاه دفاع کنی. من نظرم و قاعدم روی اینه. خیلی ممنون استاد. در مورد ارشد پرسیدن، میگن تو این فاصله اقدام کنیم یا نکنیم؟ الان تو قبول شدید، سطح علمی بالاه و هر آزمون ارشدی در قوم عمومی، خصوصی، نمیدونم جزا شرکت کنی درصد بالایی رو کسب میکنی و بهترین دانشگاه قبول میشه. همیشه پیشنهاد من اینه که اول آزمون وکالت رو قبول بشید، بعد برای ارشد تلاش کنید، چون بهترین نتیجه رو میگیرید. درسته. بعد به مورد در واقع وکیل سرپرست سوال پرسیدن، میگن کی باید انتخاب کنیم، چطور باید پیدا کنیم و اگر ما رو نپذیرفتن باید چی کار کنیم؟ ببین وکیل سرپرست مثل خواستگاریه دیگه. میری یه جایی میگه آقا من کارآموزم، وکیل میخوام شما وکیل سرپرستم باشی، یا میگه آره یا میگه نه دیگه. خب وقتی میگه نه باید بری جای دیگه. و چیزی که اینجا وجود داره اینه که وکیل سرپرست، من خودم به چی نگاه میکنم؟ به سواد طرف. یعنی نگاه میکنم ازش، من میپرسم دیگه. الان میپرسم آقا رتبت چند شده، چقدر سواد داری، دو تا سوال ازش میپرسم. همه اینها از شما ممکنه یه وکیل سرپرست بپرسه، ممکنه یه وکیل سرپرست نپرسه که الان بهت میگم داستانش چیه. وکیل سرپرستی که واقعا بخواد به شما، اینم بگم قبل از این موضوع از قبل مقدمه بگم، ما دو نوع وکیل سرپرست داریم. وکیل سرپرستی که به شما پرونده میده، وکیل سرپرستی که به شما آموزش میده. وکیل سرپرستی که به شما پرونده بده وقت آموزش دادن نداره چون سر شلوغه. وکیل سرپرستی که به شما آموزش بده وقت اصلا پرونده نداره که به شما بده. یعنی به تو آموزش میده ولی پرونده نداره. اون یکی پرونده داره ولی وقت آموزش دادن نداره. ولی اگر وکیل سرپرست انتخاب کنید که هم پرونده بده هم آموزش بده، خیلی خیلی بهتره. و حتما توی بحث وکیل سرپرست مالی رو باهاش ببندید که آقا اگه به من پرونده‌ای بدی چند درصد از اون پرونده سهم من میشه. یعنی با کارآموز چند درصد حساب میکنی. خیلی وارد دوران کارآموزی میشن، یه وکیل سرپرست خفن هم انتخاب میکنن، میگن فلانیه، روی اسم میرن جلو و بعدش متاسفانه میبینن که نه از آموزش خبری، نه از پرونده خبریه، از هیچی خبری نیستش و فقط چون فلانیه، با فلانی بودن طرف که نمیتونی بری جلو و بخوای کار کنی. پس حتما به این موضوع دقت کنید، با وکیل سرپرست طی کنید. یعنی قشنگ سوال بپرسید که به ما پرونده میدی یا به ما آموزش میدی. یه اشتباهی هم که خیلی از بچه‌ها دارن اینه که میگه آقا من از الان کتابامو بذارم کنار، هیچی نخونم، تو دوران اختبار به ما یاد میدن، تو کلاس‌های آموزشی به ما یاد میدن، وکیل سرپرست به ما یاد میده. اگر این تصور رو داری که بعد از این که قبول شدی بقیه میان به تو آموزش میدن، باید بگم خیالت جمع، هیچ کس بهت آموزش نمیده. نه وکیل سرپرست بهت آموزش میده، نه تو دوران اختبار بهت آموزش میدن، نه تو دوران فرایند فعالیت‌های کارآموزی به تو آموزش میدن. هیچ آموزشی نداری، فقط چند تا کلاس داری که به صورت سخنران میاد بهت میگه که خب آدم با اخلاقی باش، قشنگ کار کن، درست کار کن و بتونی در واقع اون نتیجه که می‌خوای رو بگیری. این خاموش شد. ولی اصلا نگفتیم مرجعی هست که لیست داشته باشه، جایی باشه بله. که لیست میدن. برای زمان ما لیست دادن، گفتن از بین این وکیل سرپرست‌ها
میتونید انتخاب کنید. حالا یه وکیل سربر، یه نفر ممکنه اصلا کارآموز قبول نکنه، یه نفر ممکنه که 3 تا قبول کنه، یه نفر ممکنه به شما آموزش بده، یه نفر ممکنه به شما پرونده بده، یه نفر ممکنه اصلا براش مهم نباشه که شما داری چه کاری رو انجام میدی و فقط یه سری کارهای اداری رو بهت بسپاره. یعنی در واقع داری دوندگیش رو میکنی که فقط این مدرک اون مدرک رو ببری اینور ببری اونور. به نوعی ازت ببخشید کار میکشن ولی هیچ هم به یاد نمیدن. خیلی مهمه که کجا داری دوران کارآموزیت رو میگذرونی، چون این 2 سال واقعا ارزشمنده و ازش به خوبی سعی کنید استفاده کنید. استاد هزینه ها، بخش هزینه ها خیلی سوال داشتیم. بک اونو نمیشه درست کنی والله. خب امیدوارم که خاموش نشی. بخش هزینه ها خیلی در مورد هزینه ثبت نام و در واقع شروع کارآموزی پرسیدن. یعنی هم هزینه ثبت نام هم هزینه کارآموزی از همون پرسیدن. بعد از درآمد هم در واقع سوال پرسیدن. بکمون خاموش شد. اینا مشکلات تولید محتوای دیگه. حالا وسطش هم نمیتونیم پاز بزنیم و قطع کنیم. ادامه سعی میکنیم بیشتر رو محتوا تمرکز کنیم فعلا. ان شاء الله جبران کنیم. آره. برای اینا تجربه است دیگه تو محتوا. هزینه بحث ثبت نام و شروع کارآموزی سال به سال متفاوته. یعنی مثلا زمان ما 1-2 میلیون تومان بود، الان ممکنه 10 میلیون تومان باشه یا 15 میلیون تومان باشه. اینا فرآیندیه که شما برای تشکیل پرونده باید داشته باشید. و سال بعدی درآمد کارآموزی در دوران کارآموز بود که این سوالت بود دیگه. آره. که خب این بستگی داره که وکیل سرپرست اگر به تو پرونده بده چقدر با تو کار میکنه و اینکه تو خودت چقدر پرونده بتونی داشته باشی که بتونی از اون پرونده ها درآمد داشته باشی. کاملا یک چیز متفاوتیه. یعنی یک بیس مالی وجود نداره. اصلا ما شغلمون آزاده دیگه. یعنی هر چقدر بتونیم پرونده داشته باشیم، هر چقدر بتونیم به مردم خدمت کنیم، خدماتمون رو ارائه بدیم، میتونیم در واقع دوران کارآموزی درآمد خوبی داشته باشیم. خاطر از دوران کارآموزی بگم، یه پرونده ما داشتیم، وکیل سرپرست گفت سجاد میری باهاش قرارداد میبندی 20 میلیون تومان. یه پرونده کلاهبرداری بود، رفتم قرارداد بستم 80 میلیون تومان سال 99. مثلا نهاد نظارتی وجود نداره که دیگه تو خودت درصد میگیری دیگه. یه قرارداد من شنیدم که شما مثلا یه سایتی، یه پلتفرمی داری، پرونده و قیمت ها همینو مسبب باید ثبت بشه اونجا. نمیزنن، یعنی با موکل یه چیز دیگه میبندن، اون ور یه چیز دیگه ثبت میشه. خب این جرمه. نه جرم نیست. قرارداد خصوصی. واردش نشه شما. اصلا ولش کن. شما تو دنیای اقتصادی یه سری چیزا رو بخوای بدونی ندونی بهتره. خب ببین استاد یه سوالی پرسیدن، حقیقتا من اینو نفهمیدم، در مورد پیشنهادهای تبلیغاتی بود. میگم مثل قبول شدن در 1% اول و پیشنهاد پول کم برای تبلیغ قبول کنیم. یعنی متوجه این سوال نشدم. میگه که من دیدم پیامش رو اتفاقا. من گفته بود که من جزو 1% اول بودم، فلان مؤسسه گفته بیا کارنامه‌ت رو به من بده و بگو من فلان مؤسسه نتیجه گرفتم و یعنی کارنامه‌شو بفروشه. آره خودت داری میفروشی دیگه. حالا ببخشید خیلی کار چیپیه به نظر. یه مؤسسه بگه آقا ما اصلا قبولی نداشتیم، یا اصلا ببخشید قبولی هامون آقا کارنامه ندادن بهمون، چون داوطلب آزمون وکالت خیلی کم کارنامه میده. یعنی یه واقعیتیه. من داوطلب داشتم، گفته من داوطلب داشتم که با اسم داداشش اومده ثبت نام کرده که بعدش بگه که اصلا من اینجا نبودم. من داوطلب داشتم که 9 ماه حتی به صورت خصوصی خونه‌شون هم مثلا میرفتم، پسری بود قبول هم شد، ازدواج کرد و با پدر خانومش ما در ارتباط بودیم، ولی بعد از قبولی گفت رفت مؤسسه دیگه، گفت من با 20 روز با شما نتیجه گرفتم. من داوطلب داشتم که خانوم بود قبول شد، از همه اساتیدش تشکر کرد الا مجموعه ما. یعنی از همه استادای مجموعه تشکر کرد الا بگه که من توی مجموعه بودم. یعنی میخوام بگم ببین تو با 1000 نوع داوطلب سر و کار داری. هدف من این نیست که بیام کارنامه رو علم کنم، میگم آقا این کارنامه منه. من داوطلب دارم رتبه 5 میشه، داوطلب دارم رتبه 89 میشه، همین امسال رتبه 89 شدن. خب اعلام کردن آقا داوطلب ما بوده رتبه 89 هم شده. ولی دیگه نمیریم آقا بگیم کارنامه بخریم و این کارا رو بکنیم یا داوطلب رو اصرار کنیم تو کارنامه‌ت رو بیا به ما بده. آقا دوست داری، همیشه گفتم کارنامه‌ت رو میتونی بدی تا ما در واقع این کارنامه رو به دیگر عزیزان هم نشون بده. بیشتر من کارنامه رو میگیرم خودم تحلیل میکنم، درصدا رو بیشتر از این بابت دوست دارم. و اگه داوطلبی هم خیلی گفت تشکر کردن. اتفاقا دیشب ساعتای 12 بود فکر میکنم، داشتم فوتبال میدیدم و یهو دیدم یه نوتیفیکیشن اومد که من با
دوره‌های شما قبول شدم، دست شما در نکنه. تو کامنت‌های یوتیوب آره. گذاشته بود. تشکر آره می‌کنم. تشکر. خب همین برای من کافی، یعنی برای من این موضوعات کافیه دیگه. حالا هر مؤسسه‌ای هر داوطلبی ساز خودشو داره، یه استراتژی آره داره، یه استراتژی سیاستی داره خودشو داره. که اینجوری یک مادری از ما پرسیده که من با بچه کوچیک میتونم دوره کارآموزیمو طی کنم. بله من حتی دیدم پدر یا مادر با بچه کوچیک برای جلسه رسیدگی هم شدن. آها، یعنی مجبور انعطاف بوده وجود آره، داره. قاضی کنار میاد میگه طبیعیه دیگه، بچهش میشینه رو صندلی و مادر دفاع میکنه و مجبورن دیگه کار مردم را. محدودیت سنی برای شروع کارآموزی نه وجود نداره. بریم مثلا سال بعدی. و تعیین شهر محل خدمت بر چه اساسه؟ ببین بر اساس رتبه است. مثلا میگن آقا رتبه 1 2 3 میتونن خود مشهد رو انتخاب کنن، رتبه مثلا 4 و 5 میتونن طرقه و شاندیز رو انتخاب کنن، رتبه 7 تا 8 مثلا میتونن اطراف تهران، یعنی تو از مرکز استان دور میشی. مثلا رتبه های 1 تا 700 کانون مرکز تهران رو انتخاب میکنن. مثلا میگه ما تهران میگه من 700 نفر ظرفیت دارم. خب این 700 نفر برای کیا هست؟ برای رتبه 1 تا 700 دیگه. حالا اگر از بین 1 تا 750 نفر اطراف تهران رو انتخاب کنن، یعنی رتبه برترا اطراف تهران انتخاب کنن، طرف بچه شهر ری انتخاب میکنه، ورامین خودش انتخاب میکنه، لواسون انتخاب میکنه. 50 نفر ظرفیت برای خود تهران واسه چی میشه؟ باز میشه دیگه. یعنی ظرفیتش 700 نفره. پس بر اساس رتبه بندی شما چیکار میکنی؟ انتخاب میکنی و از مرکز هی دور و دورتر میشی. یه دوستی ازمون پرسیدن که از بدو شروع کارآموزی باید نگران آزمون اختبار باشیم. آزمون اختبار یا آزمون کاملا بعضا من یعنی برای ما اینجوری بود که قاعده خاصی نداشت. حالا نمیخوام بگم فرمالیته، قاعده خاصی نداشت. هر استاد با استاد متفاوت بود. مثلا یه استاد داشتیم تجارت، از هر کسی یه سوال میپرسید، 4 تا سوال میپرسید، یعنی اینجوری میچرخیدیم 5 6 نفری وارد جلسه میشدیم و نمره میداد. یه استاد مدنی داشتیم، اومد گفت اگه من بخوام برم طلا بخرم به جاش برنج بهم بدن، معامله صحیح یا باطل؟ من گفتم باطل. گفت نظر شما چیه؟ گفت باطل. گفت نظر شما چیه؟ باطل. گفت نظر شما چیه؟ باطل. ها آره محمد شما موافقی؟ شما موافقی؟ محمدی یا صلوات بفرمایید بریم گروه بعدی بریم. یعنی یکی اینجوری مثلا تو اختبار شفاهی سوال میپرسه، یکی نه قشنگ میخواد مو رو از ماس بکشه. تو اختبار کتبی هم که قانون بازه و شما میتونی از قانون استفاده کنی و استدلال خودت رو در واقع درس به درس بنویسی. پس زیاد چیز سختی نیست، ولی توصیه من اینه که همون کتابی که برای آزمون کانون خوندی برای اختبارت هم بخون، چون از همون سوال میاد. کل پروسه چقدر طول میکشه از شروع قبولی تا پرواز؟ گفتم 5 6 ماه دیگه. 5 6 ماه. 5 6 ماه دیگه. 5 6 ماه کل فرآیند. خب استاد آخرین سوال ما بود. بعد این سوالهایی بود دوستان که شما توی کوئسشن باکس های توی استوری اینستاگرام برای ما گذاشته بودید. بخشی از سوالها از توی قسمت کامنت های یوتیوب استخراج شده بود. ما سعی کردیم با ساختن این قسمت یک ترسیم کلی داشته باشیم برای شما. حالا استاد نظر شما چیه؟ سخن آخری؟ آموزش ببینید قوقا میکنه. آموزش ببینید بچه، آموزش ببینید. اصلا هزینه کنید برای آموزش دیدنتون. اصلا بیاد بشین تو یوتیوب ما، مثلا یوتیوب وکیل سعید یوسفی، بشین آموزش ها رو ببین، مثلا اون رایگان ها رو ببین. مثلا بیا هزینه کن آموزش ببین. کتاب زیاد بخونید، یعنی با آموزش و کتاب خوندن پیش برید. هر چقدر از علم حقوق دورتر بشید کار برایتون سخت‌تر میشه و شما باید تسلط به قانون داشته باشید و سلاح یک وکیل قانونشه. تمام کنیم ویدیو رو. نه ازت یه قول میخوام. چی؟ باز چه قولی تو اینجا از ما میخواد؟ نه ببین، برای بچه ها یه کاری بکنیم که خب در واقع خوششون بیاد. یه قولی بهم بده که تو ادامه، یعنی حالا هفته دیگه، ولی تو ادامه ما یه سری کار براشون میکنیم که این تسهیل کنیم پروسه رو براش. پروسه قبولیشون، پروسه کاریشون. ببین آکو ما خب تا قبولی که با بچه ها از مجموعه، ببین بعد قبولی من فکر نمی کنم مجموعه ها در واقع مجموعه مختلف آموزش‌های خاصی آره همراهی کنم بچه ها رو. بهترین کاری که میتونیم براشون بکنیم، یعنی من و تو و اون تصمیم روز اولمون برای پشت میز، بررسی پرونده های خودم و پرونده هایی که در واقع وجود داره و این رو از دو بعد با هم دیگه بررسی کنیم و به جواب برسیم و اون داستان هایی که تو ذهنمون از، اون سناریوهایی که تو ذهنمون از، اگر
ضبط بشه و ارائه بشه کاملا فضای وکالت رو برای بچه‌ها خیلی راحت تر میکنه و حتی چون محتوا جنرال و عمومی است عموم مردم هم میتونن از این محتوا استفاده کنن. یعنی منم پیشنهاد میکنم به بچه‌ها همین الان سابسکرایب کنید، چون این چنل پشت میز واقعا قراره که خیلی خفن جلو بره و محتوای خیلی کاربردی رو در اختیار مردم قرار بده. یعنی باید اینم بگیم که پرونده ها همشون بر اساس واقعیت هستش، یعنی تمام پرونده ها از حالا یا پرونده خود استاد بوده یا همکارانشون بوده یا پرونده دادگستری بوده، فقط ما به در واقع احترامی که به در واقع موکل و کلا داستان میذاریم اینه که تمام در واقع اسامی و اینا عوض میشه دقیقا. ولی کل پروسه به همونه که تکون نمیخوره واقعیته. آره، خیلی واقعی، خیلی زیرکانه قراره بریم جلو و بگیم که آقا اینجا رو چیکار کردیم، اینجا رو چیکار کردیم، مثلا اینجا رو چجوری ما دور زدیم. و حالا خیلی دوست دارم که الان آخر برنامه است و در واقع اینتروه که ما ورود کنیم به پشت میز. من میدونم چرا پشت میز رو بحثشو باز کردم. تو چی شد که با من مثلا گفتی بریم تو کارش؟ ببین من حس کردم نیازه، چون این محتوای جنراله و ما میدونید دیگه پشت میز بعد از کلی اسم اومد بالا و سناریوش فلسفه‌ش هم دوست دارم بگی، چون فلسفه پشت میز اینه که تو وقتی وارد هر اداره‌ای میشی با یه نفری کار داری که اون پشت میزه. آره اون فرد پشت میزه و قراره که یا کارتو انجام بده یا یه مانعی جلو راه تو بذاره و برای همین این چنل اسمش شد پشت میز و ما قراره پشت میز کلی اتفاقات و داستانهایی رو بیایم بگیم که خیلی میتونه به مردم کمک کنه و یه تجربه خیلی خوب براشون باشه. حالا نمیدونم بهت گفتم یا نه، دلیل این که من گفتم بیا یه پادکست حقوقی داشته باشیم چی بود یادته؟ یه مرورش بکن. به شدت آدم ترسوییم از سلسله مراتب بگو، از این که مثلا یه جایی حقمون بخورن راحت میگم چیکار کنم همینه. ولی دوست دارم که مثلا این محتوا در واقع حالت کاربردی جنرال مردم رو بتونیم آگاه بکنیم که سرشون الکی کلاه نره. واقعا ببین چون واقعا دارن از مردم سوء استفاده میکنن، یعنی از عدم آگاهی. مثلا ما من قشر مهندسم، من یه قشر مثلا مدیریتم، یه چیز اصلا فرق میکنم، آگاه نیستم به حق و حقوق خودم رو نمیدونم، ولی خب توی مسائل مختلف داره ازم سوء استفاده میشه و این خیلی رو مخ منه. برای همین خیلی دوست داشتم، یعنی خیلی دوست داشتم که یه کاری با هم بکنیم، یه قدم مثبت داشته باشیم که کمک کنیم به هموطنمون. نمیدونم حالا شاید بگیره شاید نگیره. من خیلی قشنگه، یعنی آموزش دادن. دیدی دیگه من چجوری آموزش میدم دیگه، یعنی من هر روز یا جلو دوربینم که دارم در حال آموزش دادنم. مثالات کاربردی خیلی دوست دارم. چون من عاشق آموزش دادنم و فکر میکنم آموزش من جوریه که به دل مخاطب میشینه و باعث میشه که یاد بگیره. سعی میکنم همیشه آموزش بدم و گفتم چرا تو این حوزه آموزش ندیم، یعنی هرچی ویژه داوطلب بازمون وکالت باشه میایم گسترشش بدیم، جنرالش کنیم که همه ببیننش. چون من مثلا وقتی یه موضوع کلاهبرداری سری باب میشه به خانواده‌ام پیام میدم آقا روی این لینک ها نزنید، این کارا رو نکنید، اون کارا رو نکنید، اینجوری دارن کلاه میذارن، این معاملات رو انجام ندین. خب گفتم بیام این رو جنرال کنیم که همه ببینن و در واقع عموم مردم ازش استفاده کنن. بیشتر از این هم ویدیو رو کش ندیم خیلی بهتره و در ادامه ویدیوی بعدی باز هم سوالات مربوط به مسیر بعد از قبولیه و سوالاتی که شما در کامنت این ویدیو میپرسید، یعنی هر چقدر تعداد کامنت ها بیشتر باشه ما به سوالات بیشتری پاسخ میدیم. ممنونم آقای آریا نژاد. قبل از اینکه برنامه تموم کنید بچه‌ها نگاه کنید کامنت ها زیاده، دایرکت ها زیاده، تلگرام پیام زیاد میگیریم. اگر که پیامی ما پاسخ نمیدیم یا کامنتی ما جواب نمیدیم از ما این عذرخواهی رو بپذیرید. ما سعی میکنیم سوالای شما رو جمع کنیم توی برنامه این شکلی پاسخ بدیم بهشون، ولی اگر دیدید که ما پاسخ نمیدیم به خاطر اینکه سوالا زیاد ممکنه از دستمون در بره یا گذاشتیم سر فرصت بر اساس یه هدف و اون در واقع پلن برنامه‌مون اون سوال شما رو جواب بدیم، از دست ما دلخور نشید. امیدوارم لایک و سابسکرایب یادتون نره. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.